امشب در جمع ما مهمان عزیزی است که من زندگی دوبارم و مدیون او هستم. مرد جوانی که دستاش معجزه میکنه و تا به امروز جان خیلی از آدمها رو نجات داده که من هم از این امر مستثنا نیستم. ضیافت امشب به پاس قدردانی از زحمات این دکتر جوان، آقای دکتر رضا، جراح مغز و اعصاب. من آدم 12 سال که دقیقا اونجا هستم. واقعا دلم میخواد اگه بتونم یه سفر جدا از این کمترین کاری بود که میتونستم بکنم. خواهش میکنم. بعد از شام که مهمونا رفتن باهاتون کار. خدا حافظ. شب خوش. شب بخیر. خوش آمدید. خدا حافظ. خوش آمدید. لطف کردید. به سلامت.